السلام علیکم دوستان عزیز. تصمیم گرفتم همه شما را از نام خودم و از نام گروه ایجادی با فرارسی سال نو تبریک و تهنیت بگویم. سپاس بر همه شما. سپاس که برنامه‌های ما رو پسند میکنید. در زیرشان شرح مینویسید، لایک میگذارید. امیدوارم که این همکاری ما، رفاقت ما، دوستی ما باز هم قوی‌تر می شود، باز هم بیشتر می شود. من از همه شما ممنونم. در تهیه برنامه ها همیشه فکر و اندیشه های شما را به اینابت می گیریم، حالا و در آینده. امیدوارم که با مصلحت و توصیه های خود برای ما کمک میکنید. من منت پذیری خود را از نام اهل گروه، نواربرداران، کارگردان، تنظیمگران، تهیه‌گران، به پدرها و مادرها، به برادرها و خواهرها، به مهاجران مهنتی، دوستان جانی من میرسانم. سپاس بر شما. همه مهنت و زحمت ما به خاطر شما است و این رو دانسته باشید که یوتیوب یک سال اخیر عموما کمی مبلغ گذاری هایش را محدود کرد و دیگر فایده از یوتیوب با بلاگرها و عموما کاربران یوتیوب نمی رسد. اما این مهم نیست. با وجود اون که مبلغ نیست ولی محبت شما هست. محبت شما از تمام مبلغ های دنیا بالاتر است. به خاطر همین قدرشناسی و محبت شما ما پیوسته برنامه ها را تهیه میکنیم. دست نکشیدیم هیچگاه از تهیه برنامه ها، چون که باز هم تکرار میکنم در جای اول شما می ایستید. دوستان عزیز، تماشاگران گرامی قدر، مهاجران مهنتی، من هیچ وقت کاری نکردم که بر زیان شما باشد. یگان لاتری، یگان بازی های بردناک، یگان بردی автомاشین، این چیزها رو من در شبکه‌ام جا نکردم، زیرا نمیخواهم دست به جیبک برادران مهاجرم بیاندازم و خواهش میکنم این گونه پیشنهادها را به من ندهید. طلب من این است: در شبکه ما یگان لاتری، یگان بازی بردناک راه اندازی کرده نمی شود. من پیش از همه در فکر بهبودی و خوش روزگاری برادرهای مهاجر هستم و توصیه هم نمیدیم که با چنین کارها خودتون را اندرمان بکنید. این یک. دوم، از همه خیترهایی که در زیر نوارها سخنهای زیشت با الفاظ قبیح می نویسند، خواهش میکنم وقت خود را صرف نکنید، زیرا عموما گروه کاری ما یگان سخن زیشت، یگان دشنام، یگان حرف ناجور رو در شبکه ما نشر نمی کنند. برای همین آنهایی که مثلا دشنام می نویسید، سخن زیشت می نویسید، وقت خود رو بیهوده صرف نکنید. بهترش از پای یگان کار دیگر شوید. من ممنونم از همه آنهایی که به قدری مهنت ما می رسند و برنامه های ما رو دوست می دارند و تماشا می کنند. می خواهم با چند سوال شما بیننده های عزیز توجه بکنم. سوال های خیلی مهمند و در آخر سال، در تحویل سال، من تصمیم گرفتم که با این سوال های شما پاسخ بگویم. یعنی سوال مهم چیست؟ همه یاد دارند که در دوام سال صاحب کار موفق کشور، برادر عزیز گرامی قدر ما عبدالرحیم، با چندین نفر خانه استقامتی تحفه کرد و در این برابر دو هنرمند نیز صاحب خانه شدند با شرافت رحیم جان برادر عزیز ما. گلبهار هنرمند گروه خندین کمان و بختیار هنرمند گروه غریب شو کمپانیا. بسیاری ها پرسیدند که چی شد، خانه گرفتند نگرفتند. خلاصه هیچ نواری ما نتوانستیم پیشکش بکنیم، اما صاحب خانه شدند. مطمئن باشید، چون رحیم جان برادر عزیز ما عبدالرحیم بابای جانف با آنها مبلغ خیلی کلان جدا کرد و داد در شاهدی من برای خریدن خانه و طوری که من تماس گرفتم هم با بختیار و هم با دیگران معلومات پیدا کردم که الکی خانه رو خریدند، ولی تا حال دعوت نکردند که با آن خانه برویم، آن خانه رو ببینیم. من با بختیار زنگ زده پیشنهاد داده بودم که چی شد. بختیار گفت که خانه رو خریده است، اما تا حال
متاسفانه ما دعوت نشدیم به اون خانه. اگر بختیار دعوت کند حتما میرویم و برای شما این نوار رو پیشکش میکنیم. گلبهار نیز همچنین از دوستانی نزدیک گلبهار فهمیدم که منزلی استقامتی خریداری کرده است در شهر خوجند و تا حال نرفته ایم، ندیده ایم. مهم این که صاحب خانه شدند. و باز یک سوال دیگر، بسیاری ها میپرسند که ما در برنامه هایمان بغیر از هنرمندان باز نمایندگان دیگر ساحه ها را نیز دعوت کنیم. خب البته به نوبت میگیریم، کوشش میکنیم که از اهل ضیا، از اهل علم، از اهل فرهنگ، از اهل ادب باز مهمان های عزیز رو دعوت کنیم، برنامه ها رو رنگ و رنگ بسازیم. تهیه‌گران تصمیم گرفتند که بخش خبری شبکه خبرکش را فعال بکنند. در سال 2023 فعالیت این شبکه نیز پرزور میگردد. از همه شما خواهش میکنیم که به این شبکه نیز سر بزنید و از خبرهای مهم آگاه شوید. از صمیم دل، از نام خودم، از نام همه بچه هایی که همراه من کار میکنند، شما را با سال 2023 تبریک و تهنیت میگویم. مطمئنم که در سال 2023 کارهای شما رواج و رونق مییابد. از همه بلاها دور قدم میمانید، به سوی قله آرزوهای خود استوارانه قدم میمانید. باوری دارم. از همه شما خواهش میکنم که هیچ وقت امیدواری رو از دست ندهید. خدا مهربان است، خدا بزرگ است. من به پیش خدا درخواست میبرم که رفاقت ما باز هم قوی تر باشد. با بزرگی خداوند ایمان بیاورید و یکدیگر را دوست بدارید. محبت مضمون زندگی ما و شماست. به قدر هر یک لحظه زندگی برسید.